سلسله باخت‌های پیهم دسته کوکتوش در چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان تیم‌های لیگ عالی ادامه دارد. بازیگران نهیه رودکی در دور 18 چمپیونات با دسته رفشن کلوب رقابت کردند. دیدار دسته‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا شد. هنوز در دقیقه 3 نیروسنجی لگیونر تیم رفشن دیوید ماوتور از یک فرصت مناسب استفاده کرده با زدن گل دست یافت و همین طور حساب کشوده شد. 5 دقیقه ماندن تا پایان قسم یکم عزیزبек سلطانوف گل یکم خود و دوم رفشن را در دیدار مذکور به ثمر رساند. نیمه اول را شاگردان مسعود نظرزاده با برتری 2 گل جمع بست کردند. در دقیقه 56 نیمه دوم از اشتباه دغل دفاعگران کوکتوش کاپیتان دسته رفشن محمد جان رحیموف ثمراناک استفاده نموده حساب را 3-0 کرد. با گذشت همگی 5 دقیقه شادی جان مرادوف نیز به زدن گل موفق شده تناسب توپ‌ها را به 4 عدد رساند و بازی مذکور در دقیقه های ایلوگی وقت اساسی محمد جان رحیموف نقطه نهایی را گذاشته همزمان به نام خویش دوبل را ثبت کرد. در نتیجه رقابت مذکور با حساب 5-0 به انجام رسید و فوتبالبازان کوکتوش با ششمین باخت پیهم خود در این موسم روبرو شدند. فعلا این تیم با کسب 5 گل در زینه آخر جدول عمومی مسابقه قرار دارد. موفق می شود و خوشبخت می گردد. امروز خیلی که میبینید دسته روشن غلبه کرد و دسته را با غلبهش تبریک میگیم و خواهان آنیم که در مسابقه های بین الخلقی همین خیلی غلبه ها را به دست بیارن و نسبت دسته های ما باشد همه گپ ها تا امروز در تمام سخن ها گفته شده تا امروز دیگر حاجتی گپ هم نیست. یک بار دیگر دسته روشن را تبریک میگیم. تلاش کردیم امروز از بازیکنایی که کمتر بازی کردن خصوصا در نیمه دوم استفاده کنیم. بازیکنایی که میتونستیم نگه داریم آماده نگه داریم استراحت کنن اونا رو تعویض کردیم. سعی کردیم که از بازیکنایی که کمتر بازی کردن استفاده کنیم. بازی خوبی بود ولی خب من میدونم که بچه‌هامون خسته‌اند نیاز دارن که یه مقدار استراحت بکنن. ان شاء الله ما بتونیم برای بازی بعدیمون آماده بشیم. وخوری دسته های خوجند شهر خوجند و کلوب ورزشی مرکزی ارتش در دور 18 چمپیونات ملی مملکت اوید با فوتبال بین دسته های لیگ عالی در ورزشگاه سپارتاک شهر خوجند برگزار شد. در 3 دقیقه قسم اول دیدار با ورزشکاران هر دو دسته کشودن حساب میسر نشد. در دقیقه 31 بازی فوتبال باز دسته خوجند سرگئی سکنیان حساب را کشود. فوتبال باز رقم 7 دسته خوجند ارتیوم سردیوک در دقیقه 42 واخوری قاعده بازی را ویران کرد و با کارت سرخ مجازات شده میدان را ترک نمود. بعد انجام وقت اساسی قسم اول واخوری از طرف داور به بازی 5 دقیقه اضافه کرده شد. در دقیقه دوم به قسم اول واخوری اضافه شده بازیگر دیگری دسته خوجند دیان تومباس گل دوم دستش را به دروازه مهمانان زد. سرگئی سکنیان مؤلف گل اول در دقیقه آخری به قسم اول بازی اضافه شده باز یک توپ دیگر وارد دروازه مهمانان نمود و قسم اول واخوری با حساب 3-0 به انجام رسید. در قسم دوم واخوری فوتبال بازان هر دو دسته با نیروی تازه وارد میدان شدند. در دقیقه 64 بازیگران دسته خوجند حساب گل‌هایشان را زیاد کردند. توپ چهارم را ناظم باباجانوف وارد دروازه کلوب ورزشی مرکزی ارتش کرد. در دقیقه 84 دیدار با بازیگر دسته کلوب ورزشی مرکزی ارتش رستم دولتوف زدن نخستین توپ جوابی میسر شد. بعد انجام وقت اساسی قسم دوم واخوری به بازی باز 5 دقیقه اضافه کرده شد. در دقیقه 5 به قسم دوم بازی اضافه شده فوتبال بازی دسته خوجند ناظم باباجانوف توپ پنجم را وارد دروازه کلوب ورزشی مرکزی ارتش نمود و دیدار این دسته ها با حساب 5-1 به فایده دسته خوجند به انجام رسید. در دور 19 چمپیونات مذکور خوجند در سفر با رفشن کلوب و کلوب ورزشی مرکزی ارتش در میدان خود با حاصلات وامیخورند. می‌ندارم از بازیگران که در همین بازی خیلی دشوار توانستند در آن حالت‌های گلزنی که بود اجرا کردن. دسته رقیب ما دسته
ارتش خیلی بازی خوبم نشان داد و در قسم اول بازی خیلی دشوار بود، لیکن ما توانستیم از اون خطاگی که دسته ارتش کرد استفاده بریم. دسته ارتش نتوانست. این یک چیزی که در بازی را به طرف ما غلبه آورد. بازی خیلی خوب گذشت و اولا دسته خوجند رو با این بردش تبریک میکنیم و گفتنی آن رو دارم که خیلی بازی سر شد. بازی خیلی خوب بود و تا دقیقه هایی که دو بازیگری کلیدی ما که جراحت وزنین برداشتن ولی مجبور شدیم که آنها رو عوض نماییم و بازی چنین شد و خیلی که دسته خوجند کارت سرخ گرفت. از جهت روحی روانی، از جهت پسیخولوژی با سراسیمگی راه دادیم که تیز به گل رسیم، ولی از کنتر هجوم ها خوجند استفاده برده گل های خود را به ثمر رساند. از این لحاظ به مغلوبیت دچار شدیم.